سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان و هموطنان گرامی. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب به همتا را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش، از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمت رب العالمین ایمان است. خداوند شکرانه میگم و از رب العالمین آرزو و مسئلت اون را دارم که از دنیا به ایمان رفتنم نصیبم گردانده باشد. اما بعد یک چند دقیقه مختصر درباره یک موضوع بسیار مهم میخوام برای شما هم گوش زد هم خاطر رسان بسازم. در اینجا از برنده خواهش میکنم که موضوع ما را برای شما روشنی به اندازه یک اعلان کنه، بعد ما صحبت کنیم. 22 ایول سال 1989 در اجلاس دهم شورای عالی تاجیکستان قانون زبان قبول گردیده بود. طبق گفته برنده و قرار قبول شده باید که هر سال ما 22 ایول همچون روزی زبان دولتی بشناسیم و جشنش بگیریم. زیرا هر یک چیزی که ما در دنیا میبینیم اگر مخلوقش بگیم تاریخ خودش داره. هر یک چیز مانند انسان مثلا تاریخ یا که بگیم روزی زادروزش داره، هر سال جشن دیگه میگیرش و نمیگیرش یا که درست نیست، اما روزی تاریخش داره. یعنی انسان روزی زادروزش انمی زبان دولتی هم 22 ایول هر سال باید جشن گرفته شود. اما متاسفانه که در این روز هم خیانت شد. از اینجا برنده خواهش میکنیم که روشنی بدازه که چه خیلی خیانت شد، کی شد، بعد ما صحبت کنیم. 5 اکتبر سال 2009 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و این سنه رسما روز زبان دولتی اعلام گردیده با فهرست جشن‌های دولتی و ملی وارد کرده شد. اینا ببینید، برنده بگیم به زبان آشکار برای ما و شما اعلان کرد، گوش زد، ساخت تا ما بدانیم که 2009 روزی زبان دولتی را از 22 بردن به 5 اکتبر. چی با بردنش؟ چرا روزی تاریخ عوض کردن؟ هر سال اگر همین 22 میبود چیکار میکرد؟ کجا بگیم که ضرر میدید؟ کی ضرر میدید؟ چی با بردنش؟ دیگر جوش بردن. مثلا یک برا بردن 3 ماه طرف، ما 5 اکتبر هر سال باید ما همین روزا روزی زبان دولتی جشن بگیریم. اوگوست، سپتامبر چیکار میکرد؟ اگر واقعا یگان غرضی دیگر داشتین، یا که 10 اکتبر، 20 اکتبر یا که نوامبر دمی بردنش چیکار میکرد؟ مخصوص 5 دا بردنش. 5 اکتبر روزی زادروزی رامونوف. دیدین؟ برای خودش خرسان کردن یک جشن مهمه برد در روزی زادروزش موند. دیگه یگان بگیم بهانه و یگان اینوایی نداره، مخصوص برای خودش برد در روزی 5 موندش. دیدین خیانته؟ پارلمان وکیلا عبیدالله خیانت کردن، روزی تاریخی ما را عوض کردن، بردن در روزی زادروزی رامونوف موندن. ای بای چی برای زادروزی رامونوف بیارین در 22 مونه؟ میشه آورده، میشه که رامونوف هر سال 22 ایون زادروزش یا که بگیم دمو دیرجدنش قید کنه. نمیکنه، برای او هم روزی 5 معنی داره، زیرا تولدش 5 اکتبر. انمی روزی زبان دولتی هم همین 22 ایول معنی داره، او 5 معنی نداره. شما دزدیدین این روزا. مردم یا که هموطنان شما بدونین که این روزا دزدیدگی هن. اینا نگاه کنید، قائل شید خودش دزدی ملت یا دزدی عالی قائل شید که 2009 همی کار شدگیه. 2009 حلیش کردن، تغییرات آوردن در قانونشون و بردن در روزی زادروزش موندن. همین قدر جشن کرچکا، پیازی، سیب و عسل، شکر، نان، همین قدر جشنو سیر نکردی رامونوف، همین روز هم بردی در روزی زادروز موندی. وقتی جایی که سفر میکنی، همین رامونوف که جایی سفر میکنن مانند زادروز چای شعرش میخونن، سرودش میخونن، رقص بازیش میکنن، این طبق دسترخوانش حساب نداره، نزدش میارن نانوی میده و کلون رنگ و رنگ، همه نمودی
بگیم خدمت‌ها همه نمودی نعمت‌ها را برامونو روا میبینن یا که پیشنهاد میکنن. همین خیلی مانند زادروز شاید دیگه احتیاج به این نبود که روزی زبان بیاره در روزی زادروزش بمونه. باید ما و شما هموطنان نگذاریم که این روزهای تاریخی را و حتی بعضی شما یاد دارین که بعضی بیناهای تاریخی را یا خراب کردگیان در دوشنبه و در دیگر ناحیه ها همین بیناهای تاریخی را یا خراب کردگیان، خیانت به ملت کردند، خیانت به تاریخ ما و شما و فرهنگ ما و شما کردند. یا را باید ما نبخشیم و خیلی قرارشون نگیریم. یا هر سال باید ما هم خیلی خاطررسان بسازیم، به مردم گوش زد بکنیم که 22 ایول روزی زبان دولتی است. در آخر از برنده خواهش میکنیم که شخصا از نام بنده و شما تمام مردم روزی زبان دولتی را تبریک بگه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنده بفرما. مردم شریف تاجیکستان، هموطنان برون مرزی و همه شما حاضرین محترم را به مناسبت روز زبان دولتی صمیمانه تبریک میگویم.